سلام. سلام. باز چی شد؟ هیچ وقت فکر کرده ای که نمیتوانی اینکه کار از دستت نمی بیاید؟ نه؟ تو چی؟ بعضا لحظه هستن که همه چیز به نظرت غیر امکان میتابد. غیر امکان؟ این حالا آغازی کار است. اگر من افتیدم پس چی میشه؟ اونگاه برمیخیزی، تلاش میکنی، قدم برمیداری، هر بار که افتادی باز برمیخیزی تا وقتی که پیروز نشوی. همیشه تلاش باید کرد. اما اگر نشد چی؟ هیچ چیز ناشدنی نیست. نفرانی که کوشش نمیکنن اینگونه فکر میکنن. آخر تو کوشش میکنی کو؟ نه؟ بله، من کوشش میکنم. پس برخیز، قدم بردار. هیچ کس به جز تو دری آرزوهایت را برای تو نمیگشاید. میفهمی چی میگویم؟ برخیز، دیر نکن، انجامش بده. درست وقت رسیده است.